یک مطلبی که خدمتتون میخوام عرض کنم و حسین آقا عزیز دلم داداشم خودشونم شاید حتما خودشون به قضیه واقف هستن، آگاه هستن، اینه که اون حالی که تمام دنیا، تمام شیعه های دنیا از آسد جواد می‌دیدن، تو همون حال خودش که خودشو میزد یا گریه میکرد یا ناله میزد، این 1000م حالی که تو خلوتش داشت و مردم ندیده بودن. اون حالی که شماها یا خیلی دیدن، اون حال 1000م حالی که تو خلوتش داشتم. بارها من خودم دیده بودم چه صبح تا شب مثلا قرآن میخوند، یا من مثلا نصف شب از اصفهان میرسیدم قم میرفتم خونشون، یا خیلی کم البته پیش میومد همچین قضیه. مثلا میرفتم تو شاه جواد، مثلا میدیدم داره تفسیر قرآن میخونه، داره تفسیر میخونه، یا کتابای ولایی میخونه، کتابای احادیث میخونه، روایتی میخونه. یه شب منزل استاد اینیفت حسین آقا شاهد، حسین آقا دوستاشون رو جمع کردن، آسد جواد اومده بودن روضه حسینیه زینبیه زنجان، دیر رسیدن. چون دیر رسیدن دوستا اومدن تو خونه جمع شدن، فکر ساعت 10-11 شب هم بود، تا ساعت 2 اینا داشتن گریه میکردن. خود حضرت معصومه شاهده، به خدا تا صبح ما گفتیم مرد، یعنی خودمون اینجوری بود حالش. بعد روزه خوندنش تب و نمیدونم لرز گرفت، تب گرفت، یه حرفایی میزد، مثل کسی که مثلا حالا از حالش خواهی، یه حرفایی میزد. افتاده بود، هرچی ما عرق اینو پاک میکردیم حسین آقا آب می آورد، نمیدونم هرچی عرقشو پاک میکردیم بازم خیس عرق میشد. اینی که دارم میگم به خاطر همه حرفی که دارم میزنم به خاطر اینه. سید جواد رحمت الله علیه یه حالی داشت با امام حسین که این حال تو خلوتش بیشتر بود تا تو بین مردمش. تو خلوتش بیشتر بود این حالش، ادام در نمی آورد. همه رفیقاش میدونن، چه اونایی که نزدیک بودن چه اونایی که حالا دور ادا اطفال که نبود که اونایی که نه، اینا حقیقتش بود. من خیلی هانو میشناسم خارج از کشور فارسی بلد نیستن، ترکیه یا لبنانی ها، پاکستانی ها، هندی ها، چینی ها، نوحه ها رو اصلا فارسی بلد نیستن، ولی همه نوحه ها رو حفظن. نه اومده دعوت به خود کرده نه کاری کرده، فقط اومده یا حسین بود. هر کی دوست داره تو زندگیش یه کاری، مثلا میگه سید جواد گردن من حق داره، یه کاری براش بکن. بعضی رفقا یا مثلا میگن چرا شما رو منبر یا کم حرف سید میزنی. من به علی ابن موسی رضا همون لحظه‌ای که یعنی بند کفن رو وا کردم صورتش رو قبل گذاشتم 3 تا حرف به حساب این بوده که گفتم آسد جواد من از این قبر اومدم بیرون، هر جا روزه بخونم، هر جا گریه کنم، هر جا به اولی دومی سومی دختراشون فوش بدم و لعن کنم، همه جا به نیابت تو، اول به نیابت تو، بعد اگه خواست خدا چیزی بگه. شما هم همینطور یادتون باشه اونی که امام حسین رو خوشحال میکنه. آقا امام صادق فرمودن خدا هر کی رو دوست داشته باشه 2 نشونه تو قلبش میذاره، یکی محبت جد غریب امام حسین، یکی هم ذوق و شوق سفر کرد. حواست به من میخوام یه جمله بگم و سری روزه بخونم معطل نکنم. یه حرفایی نزنین به هم، یه گیرایی امام حسینی ها بعضی وقتا به هم میدن، این هیئت چی میگه اون هیئت چی میگه. اصلا تو این چیزا نباشین، تو یا حسینتون باشین.
جماعتی که اعتقاد شما رو دارن، یعنی صاحب و ولی نعمتشون سید الشهداء ابا عبدالله الحسین ولا غیر، و هرچی هم بتونن لعن میکنن قاتلین و ظالمین و قاصدین خلافت امیرالمومنین. این جماعتی که من الان خدمتتون دارم عرض میکنم یعنی شماها، امام حسین یه جور دیگه دوستتون داره، چون دستتون به جز خونه امام حسین هیچ جا دراز نیست، به جز بیرق عزای سید الشهداء هیچ جام سینه نزدین، گریه نکردین، دمتونم گرم. شما به مولا امیرالمؤمنین شناختین خدا رو، و علی شناختم من به خدا قسم خدا. پنجره، صدا، همه چیزم مال توه، دیگه غرور برای چی کنم من؟ آبروام که تو دادی به من. آقا نامت از هر دار شنیدم، یا حسین از پیش با سر دویدم.